افشای حقایق و رازهای پشت پرده چهره آریانا سعید فاش شده است. آریانا سعید چرا چهره‌اش را تاکنون چندین بار عمل جراحی انجام داده است؟ آریانا سعید اکنون در کدام کشور زندگی می کند و تبدیل شدن چهره آریانا سعید به یک چهره زشت که اصلا باورتان نخواهد شد. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. آریانا سعید، هنرمند خوش صدای افغان که لقب ملکه دلها را از طرف دوستداران و طرفداران صدایش کسب کرده است. آریانا سعید بیشتر علاقمندان و طرفدارانش در داخل و خارج از کشور بوده است و یا مثلا کنسرت‌هایش را برای تمامی دوستداران صدایش در سرتاسر جهان برگزار می کند که آریانا سعید درآمد خیلی خوبی از کنسرت‌هایش داشته است. آریانا سعید دوست دارد همیشه برای دفاع از حقوق زنان افغانستان صدا بلند کند و آهنگ بسراید. چنده می شود آریانا سعید در کشور ترکیه زندگی می کند و تا کنون بیشتر از 10 بار عملهای جراحی صورت را انجام داده است. جدیداً آریانا سعید کاملا چهره‌اش را خشن و وحشتناک ساخته است و مورد نقد شدید دوستداران و طرفداران صدایش قرار گرفته است. ولی آریانا سعید بارها بیان کرده است زندگی شخصی خودم می باشد و هیچ کسی حق ندارد در زندگی من مداخلت کند. آریانا اکنون سفرهای در داخل و خارج از کشور داشته است و در کنسرت‌ها اشتراک می کند و در محافل خوشی هموطنان افغانش نیز اشتراک می کند و درآمد خیلی خوبی هم داشته است. من آرزوی موفقیت، سعادت و کامیابی برای این هنرمند از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم. عزیزان و دوستان خوبم، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. این ویدیو را با دوستداران و طرفداران بانو آریانا سعید به اشتراک بگذارید تا درودی دیگر هر یک از شما خوبان را به لای منان سپرده موفق و کامیاب باشید.